سلام به روی ماه همه سیپتورشیای قشنگم. امیدوارم اوضاع بر وفق مرادتون باشه. سمین آذر هستم، دانشجوی پزشکی تهران. در خدمتتون هستم. پادکست امروزمون مخصوص بچه‌های دهمی و یازدهمیه و قرار صحبت کنیم به این بچه‌های پایه چجوری نیم سال دومشون رو شروع بکنن، تا چه حد نگران نیم سال اول باشن، تا چه اندازه باید تلاش کنن و درس بخونن. یه خوبی که بچه‌های دهمی و یازدهمی همیشه دارن اینه که اگه یک روزی بهشون تلنگر بخوره، بخوان شروع کنن، بخوان اون استارت خفن و جدی رو بزنن، هیچ وقت دیر نیست و اون فرصت جبرانه خیلی بیشتر براشون فراهمه. یعنی محدودیت هایی که یک دانش آموز کنکوری برای شروع داره، دانش آموز دهمی و یازدهمی اونقدر محدودیت نداره. پس قدر خودتون رو بدونید. من همیشه به بچه‌های دهمی و یازدهمی که عزیزای دلم هستن میگم آقا قدر خودت رو بدون، قدر زمانی که الان در دسترست هست رو بدون. قرار نیست ما با ساعت مطالعه فضایی و نجومی خودکشی کنیم. توی که دهمی و یازدهمی هستی به کارهای مختلفت میتونی برسی، به روتین نه فقط درس‌ها، به روتین زندگیت میتونی برسی، به شرط اینکه اون روند رضایت بخشت رو پیدا کنی و داشته باشی. یه سری از بچه‌ها خب در طول نیم سال اول خوب خوندن، اوکی بود شرایط واسهشون و تا حدودی از خودشون راضی‌ان. امتحانات در ترم اولشون هم به نسبت خوب دادن و کلا روند رضایت بخش رو تجربه کردن. میخوام الان بهتون بگم اینجوری فکر نکنید که همیشه قراره این روند رضایت بخش بمونه ها. به شرطی قراره از خودت راضی باشی و به شرطی تلاشت خوشحالت میکنه که این تلاشه به صورت مستمر ادامه داشته باشه. اونی که بخوای خسته بشی، یعنی که خب من که تا اینجا خوب پیش رفتم بقیه‌اش آسونه، نه. یهویی دچار این اعتماد به نفس کاذب نشی، یهویی خدای نکرده خسته نشی. هر چقدر که شما میری جلوتر به اون موفقیت و به اون اتفاق مثبت بیشتر و بیشتر نزدیک میشی. اینجوری نباشه که وسطای مسیر داری میدوی یهویی استاپ کنی و بگی خب من که رسیدم. نرسیدی هنوز. به چی رسیدی؟ باید تلاشت رو داشته باشی تا اون نتیجه رو ببینیم. ما دنبال یک نتیجه فوق‌العاده قشنگ و دلچسبیم برای دانش آموزی که داره تلاش میکنه، برای دانش آموزی که داره وقت میذاره و میدونه چه جوری باید وقت بذاره تا به همه کارهای مختلفش برسه. چه جوری باید وقت بذاره که بتونه هم درسش رو بخونه به اندازه معقول، هم تستش رو بزنه و هم حالا به کارهای جانبی که میتونه انجام بده اونم زیاد نه دیگه از اون ور بوم هم نیفتی فقط تفریح و نمیدونم عشق و حال و اینا. نه، به یک حد معقولی میتونی به همه اینا برسی. و گفتم اون محدودیت هایی که دانش آموزای کنکوری دارن بچه های دهمی و یازدهمی ندارن. پس قدر این موقعیت ها و فرصت ها رو بدونید. اگه تا الان خوب پیش رفتی به خاطر تلاش و زحمت خودت بوده و تنها چیزی که تضمین میکنه موفقیت تو و خوشحالی تو رو همین تلاشی هست که داری انجام میدی. اگه بخوای بایستی هیچ چیزی نمیتونه تضمین بکنه. من هم حتی نمیتونم تضمین بکنم، اصلا هیچ کس تضمین نمیتونه بکنه که قرار اون موفقیت خوشمزه رو داشته باشی. خودت تضمینش میکنی. حتی اگه اون دانش آموزی هستی که خوب نخوندی، نیم سال اول که اشغال کن سوم بوده، یه روز میخوندی 10 روز نمیخوندی، نگرانش نباش. بهت میگم هم برای بچهای دهمی هم برای بچهای یازدهمی بهتون کامل اثبات میکنم که مباحث نیم سال دوم تا حدودی میشه جدا خونده بشه و اصلا از بابت نیم سال اول نگران نباشید. طبق بودجه بندی قلمچی شما آخرین آزمونی که توی سال 1402 میخوایم بدین آزمون 18 اسفنده که اونجا یک سری پیشروی‌های نیم سال دوم رو خواهید داشت. بعد از آزمون 18 اسفند اولین آزمون شما در سال 1403 پس از نوروز باستانی میشه 7 فروردین. تقریبا شما یک فرصت 17-18 روزه دارید که خودتون رو آماده کنید برای آزمون 7 فروردین که قراره فقط مباحث نیم سال اول رو پوشش بدید. یعنی این مباحث یعنی تو نیم سال دوم خوندین قرار نیست توی آزمون 7 فروردینتون بیاد و این یک فرصت خیلی خوبه. اگه قبلا از نیم سال اولت خوب استفاده کردی، اینجا وقت داری رفع اشکال کنی، مرورات رو بیشتر کنی، تستای جدیدتر بزنی، منبع سطح بالاتری بزنی. اگه هم خوب از نیم سال اولت استفاده نکردی، باز همون فرصتی هست که بتونی اون نواقص رو برطرف بکنی و خودت رو به یک حد عالی برسونی اگه ازش استفاده کنی. اگه بگی خب نمیدونم من حالا الان نوروزه و الان عیده و تعطیلات عیده و اینا همه به کنار، من قطعاً بعداً راجبش صحبت میکنم، ولی میخوام بهت بگم یک فرصت خوب در اختیارته که اگه استفاده بکنی اون نیم سال اولت رو هم راحت
با کیفیت حتی میتونی جنبندیش رو انجام بدی. پس الان فکرتو از نیم سال اول دور کن، ولش کن، فعلا نیم سال اول رو ولش میکنیم. هر جوری که گذشته، خوب گذشته، بد گذشته، نگاهت به گذشته نباشه، چشم انداز باید داشته باشی و نگاهت رو به آینده باشه. باید برای آینده برنامه‌ریزی کنی. باید از همین حالا تصمیم بگیری که من شروع کنم حداقل الان رو از دست ندم. قصه نیم سال اول رو بخوای بخوری، قصه اون کارهایی که انجام ندادی رو بخوای بخوری، تاثیر میذاره، اون انرژی منفی رو بهت میده، اون اعتماد به نفس رو کم میکنه، نمیذاره الان شروع بکنی. ولی میخوام اینو بهت بگم، از الان بخوای شروع بکنی میتونی اتفاق خفن رقم بزنی، به شرط اینکه پیوسته باشه، مستمر باشه، به اندازه ایدئال باشه، دیگه در حد خودکشی هم نباشه و اینی هم که کلا اصلا بیخیالم باشی نباشه. در یک حد متعادل و ایدئال وقت بذاری و واقعا استفاده کنی. حداقل تا آخرین آزمون اسفند ماهت بشی نیم سال دوم رو خوب پیش ببری. بچه‌های دهمی مباحثی که قرار کار بکنن زیست، خب یه قسمتی از فصل 3، فصل 4 و فصل 5 زیست دهم توی این مباحث، حالا 2-3 تا آزمون باقی مونده قراره که شما کار بکنید. فصل 4 زیست دهم خودتون هم میدونید که خیلی مهمه، خیلی تسخیز نکات مهمی داره. اگه آموزشش رو خوب ببینید، نه فقط برای زیست، برای همه درس‌ها آموزشش رو خوب ببینید، آموزش با کیفیت داشته باشید و خوب درس رو بخونید، تستش رو که بزنید 100% از پس همه مسائل بعدش برمیاین. پس این بحث آموزش رو جدی بگیرید، وقت برای تست زنی بذارید، مطمئن باشید که نتیجهش رو چه توی آزمونتون، چه توی حالا بحث سالهای بعدی که شما قراره مرور کنید، دوباره آزمون بدید و کنکور بدید، خواهید دید. پس این فصل رو جدی بگیرید. برای فیزیک فصل کار و انرژی بسیار فصل مهمیه بچه‌ها. دهمی‌ها خیلی روی فصل کار و انرژی تمرکز کنید. اشکالی سعی کنید باقی نذارید. حتی یه سری از قسمت‌های فصل کار و انرژی بعداً که شما 12می بشید ترکیب میشه با اون مسائل و اگه شما توی فصل کار و انرژی دهم مشکل داشته باشید، باز اونجا یه مقدار به مشکل برمیخورید. پس خوب این فصل رو بخونید. به نظر من فصل واقعا شیرینی بود، به شرط اینکه گفتم اول اون آموزش دلچسب رو ببینید، آموزش دلچسب رو دریافت بکنید، اونقدری انگیزه دارید که براش تلاش بکنید، تست بزنید و حالا اشکالی توش باقی نذارید. برای ریاضی شما هر آنچه که واقعا بیس ریاضیه قراره که توی نیم سال دوم کارش کنید، یعنی معادله، نامعادله، دیدن توانهای گویا، تابع، همه اینا پیش نیازهای در واقع ریاضی ان. پس باید خوب کار بکنید که بعداً از خودتون توقع داشته باشید ریاضی 11 12 رو هم از پسش بر بیاین. شیمی فصل 2 واقعا میتونم بهتون بگم سنگ بنای هر اون چیزی که شما در شیمی نیاز دارید، یعنی اون شناخت واکنش ها، موازنه ها، اصلا شرایط مختلفی که مثل شرایط استیپی یا در واقع تغییرات حجم و فشاری که شما در آخرای فصل 2 باهاش مواجه هست، اینا همه مسائل مهمی، یعنی شالوده محاسبات شیمی رو هم شما تو فصل دوم دارید. پس جدی بگیرید، خوب بخونیدش. بچه‌های 11می هم برای درس زیست‌شناسی فصل 6 و 7 فصلای خیلی مهمی ان، مخصوصا فصل 6. حالا میگم فصل 7 چرا مهمه؟ به خاطر اینکه پیش نیازش باز فصل 6ه. اما خود همین 2 تا فصل میتونن توی فصول ابتدایی زیست 12متون بهتون کمک کنن و قابلیت ترکیب شدن رو دارن با فصل‌های مختلف. پس حتما جدی بگیرید، خوب بخونید. بچه‌های 11می شما نه تنها برای درس زیست‌شناسی، برای هر درس دیگه اگه آموزش خوب ببینید، اگه آموزش خوشایند باشه براتون، قطعاً اون حال خوبه رو بهتون منتقل میکنه که براش تلاش کنی، بری تستش رو بزنی، حال کنی با اون درس و بعد مطمئن باشی که آقا من آزمونام هم میتونم از پسش بر بیام، تلاشمو دارم برای اون درس انجام میدم، آموزش به دلم نشسته. پس این خیلی مهمه که آموزش رو ببینید، تست و تمرین در حد مورد نیاز خودتون کار بکنید و بعد خیالتون از بابت بقیه مسائل تا حدودی راحت میشه. برای فیزیک میدونید، همونجوری که میدونید فصل 2 فیزیک 11 هم بسیار تسخیزه، بحث مقاومت ها، توان، مدار، ترکیب مقاومت ها خیلی تسخیزه و قطعا توی کنکور هم چند تا تست ازش میبینید، توی آزموناتون هم به همین ترتیب خیلی روش تمرکز میشه. خوب بخونید، اشکالاتتون رو برطرف بکنید، حالا هر کی به هر نحوی که میتونه اشکالش رو برطرف بکنه و ازش تست بزنید، حتما تمرین کنید. درستی مثل ریاضی، مثل فیزیک یا حتی محاسبات شیمی، اینا فقط نیاز به تمرین و تمرین و تمرین داره. اینکه فقط بشینی بخونی یا فرمول رو حفظ بکنی اونقدر بهت کمک نمیکنه، باید درگیرش بشی. و حتی فصل 3 فیزیک 11 اونقدر به حجمش نگاه نکنید، واقعا فصل جذابیه. یعنی یکی از فیوریت های من توی فیزیک فصل 3 11 بود که خیلی هم دوستش داشتم. اگه
بتونید خوب بخونیدش، بتونید ازش تست بزنید، راحت تستاش رو میتونید بگیرید، چون اونقدر فصل سخت نیست. شاید یک مقدار حجمش به چشمتون زیاد بیاد، ولی همه اون پله هایی که گفتم رو خیلی مرتب و حساب شده پیش برید. نخواین از پله 1 بپرید به پله 10. آروم آروم هی کار کنید، تمرین مستمر داشته باشید و نقاط ضعفتون رو برطرف بکنید، حتما میتونید تستاش رو خیلی راحت بگیرید. یعنی تستاش رو درست بزنید، چه توی آزموناتون چه حتی ان شاءالله توی کنکورتون. در مورد فصل 2 شیمی 11 هم که دیگه نگم براتون، واقعا مسائلش خیلی مهمه. بحث آنتالپی، بحث سرعت واکنش و اون مواردی که شما تو فصل 2 شیمی 11 هم میخونید خیلی بهتون میتونه کمک کنه و حتما هم شما چند تا تست خواهید دید، تست ترکیبی خواهید دید و این هم مثل بقیه درس‌ها اگه آموزشتون درست باشه، اگه اشکالاتتون رو به نحو درست، با یک معلم درست، با یک فیلم آموزشی درست، با یک درسنامه درست برطرف بکنید و تلاش بکنید، تمرین کنید، اینم دقیقاً مثل اون فیزیک و ریاضی که بهتون گفتم، محاسباتیه. فقط بشینید فرمول حفظ کنید بهت کمک نمیکنه. دست به کار شو، براش وقت بذار، روتین بذارید برای اون درسایی که میبینید حجمشون زیادتره یا باید هر روز کار بکنید. در حد 15 تا تست، در حد 20 تا تست هم که شده هر روز کار بکنید، میتونه بهتون کمک کنه. برای ریاضی هم که باز شما تکمیل مباحث مثلثات رو دارین، خب قطعا اینو میتونه بهتون کمک بکنه که 12 مباحث مثلثاتش رو هم روش مسلط بشین. پیش نیاز میتونه باشه برای مباحث مثلثاتی. توابع مثلثاتی که خب باز توابع مثلثاتی خودش ترکیب تابع و مثلثاته، بنابراین اینا هم خوب کار بکنید. توابع نمایی و لگاریتمی خب مبحث جذابیه و اونقدرها هم سنگین نیست، روش وقت بذارید راحت میتونید تستاش رو جواب بدید. برای زمین شناسی هم تقریبا میتونم بهتون بگم سرجم 2 فصل اگه قرار باشه توی این 3 تا آزمون پیش رو بدین. سرمایه گذاری واقعا روی درس زمین شناسی داشته باشید. حالا من کنکور 401 چون دادم و زمین شناسی اون موقع تاثیر خاصی البته داشت، رو رتبه کشوری میتونست تاثیر بذاره، ولی چون برای من زیرگروه 1 مهم بود که بیام رشته پزشکی، اونقدری برای من تاثیرگذار نبود و خب من زمین شناسی رو اصلا نزدم توی کنکورم. ولی اینو در این حد میدونم که حتی برای منی که زیرگروه 1 میخواستم برم و مثلا میخواستم پزشکی برم، میگفتم زمین مهم نیست، حتی برای من اون موقع میتونست تاثیرگذار باشه، رتبه بهتری حتی میتونست به من بده. و زمین شناسی هم درسی هست که روش سرمایه گذاری کنید، واقعا وقت بذارید و میتونید درصدهای خیلی خوبه، یعنی درصدهای بالای 70 80 درصد در حد 90 و 100 بزنید توی چه آزموناتون چه توی کنکور، جدی بگیرید اینا رو و فرصتش رو دارید. یعنی الان شما از الان تا آخر اسفند، تا اون آزمون 18 اسفند، این مباحثی که بهتون گفتم به همین راحتی، به شرط اینکه هر روز براش وقت بذارید، یعنی هر روز بحث درس خوندن رو داشته باشید. اینجوری نباشه خب امروز جمعه است مثلا من کلا تفریح درس میخونم، نه، روتین رو برای خودتون در نظر بگیرید، تقسیم کنید، مثلا بگید برای آزمون بعدی برای فلان درس مثلا فیزیک قرار 100 تا تست یا 200 تا تست رو من بزنم، پس تقسیم میکنم که هر روزم این تستا رو داشته باشم، این روتین رو داشته باشم، اشکالاتم رو برطرف بکنم و میدونم اگه بخواید میتونید این کار رو انجام بدید. شما تواناییش رو دارید، شما سیب ترشی هستین، همه سیب ترشی‌ها توانمندن، همه سیب ترشی‌ها عزیز دل هستن و قطعاً بخوان میتونن موفق بشن. تلاش کنید و تلاش کنید.